به تازگی در جنگ میان مخالفان مسیح دولت و نیروهای افغان 2 طفل معصوم زندگی خود را در مرکز فرا از دست دادند. این 2 کودک معصوم در مربوطات قریه شمالگاه ولایت فرا مصروف بازی‌های کودکانه بودند که تو و هوان با صدای دلخراش صدای معصومانه این اطفال را خاموش نمود. گلبهار مجاهد آمر امنیت قماندانی امنیه فرا با رادیو آزادی گفت که این کودکان شب گذشته در درگیری بین نیروهای امنیتی و مخالفان مسیح دولت در قریه شمالگاه فرا جان باختند. اطفالی که در قریه سور مرکز ولایت فرا دیروز شهید شده، جنگ بین پوستای امنیتی و دشمن بوده. در بین جنگ این 2 طفل به شهادت رسیده. پلیس ما که بررسی کردیم فکر میکنم که از طرف دشمن مرمی اصابت کرده، مرمی آمان 82 شهید شده. در همین حال رئیس کمیسیون دفاعی مشان جرگه که به ولایت فرا آمده است با این خانواده ها در دیدارشان وعده نمود که برای این قضیه رسیدگی خواهد شد.